فقط نور ضعیف گوشی توی دستش بود. صدای پچ پچ دوباره اومد، نزدیکتر از قبل. دیگه تنها نیستی. نخست صدای قدم‌ها. بعد سایه‌ای کشیده روی دیوار افتاد. نفسش بند اومده بود. انگار چیزی یا کسی توی تاریکی درست پشت سرش حرکت میکرد. دختر یخ زده بود، حتی نمیتونست تکون بخوره. صدای قدم‌ها آروم آروم نزدیکتر شد. گوشی لرزید توی دستش. صفحه خودش روشن شد. روی اسکرین فقط یه جمله ظاهر شد: من درست پشتت هستم. نفسشو حبس کرد. آروم سرشو برگردوند. و اون لحظه چشمهاشو دید. 2 چشم درخشان، بی پلک، فقط چند سانتی متری صورتش. دختر جیغ کشید ولی هیچ صدایی در نیومد. انگار صداش توی گلوی خودش خفه شد. اون چشمهای سرد، مستقیم توی روحش خیره بودن. یهو همه چی تاریک تر شد. گوشی از دستش افتاد. صفحه شکست و خاموش شد. آخرین چیزی که حس کرد یه دست یخ زده بود که از پشت روی شونش نشست. و بعد سکوت مطلق. صبح روز بعد روی تخت فقط گوشی شکسته پیدا شد، اما از خودش هیچ اثری نبود. برای پارت بعدی فالو و ساب کن، ترسناکتر میشه.